دیگه لازم نیست الکی پول به بسته‌های اینترنت بدی. سلام ترفند نویا، امروز اومدم یه ترفند یادتون بدم که با این ترفند میتونید خیلی راحت به اینترنت آزاد و رایگان دسترسی پیدا کنید. برای انجام این کار به یک کلگی شارژر و یه سیم کارت نیازمندیم و یه تیکه فویل. سیم کارت رو داخل سوکت کلگی شارژر میذاریم و زیرش فویل میذاریم که سیم کارت دیگه تکون نخوره و سیم شارژر رو به دو شاخه کلگی شارژر وصل میکنیم. بعد از اینکه سیما رو به دو شاخه وصل کردیم دورش واریش میپیچیم و با سشوار روش رارت میدیم که خوب بهش بچسبه و بعدش سر شارژر رو وصل میکنیم به گوشی و همین سادگی و راحتی. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردی. لایک و کامنت یادت نره و اگر به اینجور ترفند و علاقه‌مندی حتما یه سر به پیجم بزنه.